السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، خواهران و دوستان گرامی قدر، خوش آمده به کانال ما رشید جابروف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ای بار خدایا، ما را از جمله کسانی بگردان که در دنیا خیر را کشت میکنند و در آخرت حاصل وی را جمع میکنند. آمین. بگذار انسان خیر و نیک باشی. بگذار مثل درخت میوه دهنده باشی که تو را گاه به سنگ میزنند ولی تو در عوض میوه به آنها میدهی. چه خوش است وقت انسان تواند که نیک باشد و خیر او به دیگران برسد. از این جهت که خداوند را خوش می آید وقت انسان به راه نیک می رود، زیرا انسان می داند که در آنچه خداوند را خوش می آید و با آن راضی می شود هم سعادت و خوشبینی انسانی نکومند است و هم برای آنهایی که نیکی برایشان می رسد منفیت است. اجر زنها در رمضان چقدر بزرگ است. برای آنها اجر روزه داشتنشان است و اجر در خانه کارهای خانه را انجام دادنشان است و اینچنین اجر افطار دادن روزه‌دارانی که در آن خانه از اهل بیتش می باشند. ای بار الها، ضعف و ناتوانی آنها را رحم نما و جنت را پاداششان بگردان. آمین. روزت را با بسیار شکایت کردن از تشنگی و گرسنگی فاسد و ویران مکن که گویا بر خداوند منت کرده باشی. الله تعالی به روزه داشتن تو احتیاج ندارد. او بی نیاز است و ما هستیم که به او نزد او فقیر و نیازمندیم. بعد مردم گمان میکنند که وقت گرسنه یا تشنه شد حق دارد که منت کند، نالش کند و چنان عمل درست نیست. کاری را که در مدت این ماه انجام میدهی از جانب الله تعالی بر تو امر شده است. بنده صادق فرمان الهی را به جان و دل قبول می کند و منت نمی کند. خداوند هم وقتی به بنده اش وظیفه را مقرر کرده است از و منت نمی کند. خداوند هم وقتی به بنده اش وظیفه را مقرر کرده است از توان و برداشت او وظیفه دارش کرده است، بلکه قوه انجام آن کار را پیش از فرمان دادنش برای او داده است و بعد فرمانش اگر قوتش نرسید به سبب بیماری باشد یا سفر کردن یا امثال آنها، در آن حالتها می تواند افطار نماید و روزه ندارد، یعنی برایش رخصت داده تا در مشکلی ها از آن استفاده نماید. عرق جبینت که در وقتی به نماز پیشین رفتن می ریزد از آب دیده که در نماز تراویح می ریزد بزرگتر است، چون که اولی یعنی نماز پیشین فرض است و دومی یعنی نماز تراویح سنت است. اجر فرض البته از اجر سنت بالاتر و بیشتر است. خداوند نصیب گرداند که پیش از ادا کردن سنت و نافله ها به انجام دادن فرض ها و واجبات اهمیت دهیم و آنها را
سری وقت انجام دهیم. آمین. ای خدایا، ای بار خدایا، من از تو خوب و نیک روزه گرفتن و حسن خاتمه را، یعنی آخران عمل را که پیش از وفات انجام میگیرد نیک بودنش را طلب دارم و ما را از جمله زیان دیدگان مگردان. آمین. بهترین دعایی که این مقام، ای پروردگار ما، بر ما صبر را سرشار نما و ما را مسلمان بمیران. اللهم اغفر لعلینا صبرا و توفنا مسلما. اوزاعی رضی الله عنه می گفت یحیی ابن ابو کثیر وقت رمضان می آمد دعا می کرد ای بارا خدایا مرا به رمضان تسلیم نما و رمضان را بر من تسلیم نما و آن را از من قبول شده تسلم نما. به یاد آور روزه رکن چهارم است، نماز رکن دوم است. پس به روزه فقر نکنی حال آن که تو از نمازت در خواب مانده باشی. ابن مسعود رضی الله عنه گفته است هر آیتی که در کتاب خدا است از آنچه در آسمان و زمین می باشد بهتر است، ولی انسان مسکین، انسان بیچاره برای آنچه در آسمان و زمین است آیت را ترک می کند، نمی داند که بهتر است بهتر از او چیست. چرا نمی داند؟ چرا درک نمی کند؟ چرا آنچه در آسمان و آنچه در زمین است منفیت آن را درک می کند و می داند؟ برای حقیقت همه چیزها را دانستن نیاز به علم داریم، نیاز به ادب داریم، نیاز به فهم کتاب خدا و گفته های رسول خدا صلی الله علیه و سلم داریم. وقتی ما اینها را نداریم پس به جای چیزی بهتر چیزی پستر را طلب میکنیم و عمری عزیز را که در آن می توانست بهترین ها را کسب نماید بهترین ها را برای پسترین ها ترک نمود. البته اگر این را در حیاتش نفهمید در آخران لحظه وقت ملک الموت ملائکه مرگ عزرائیل را دید میفهمد ولی دیگر فایده نخواهد داشت. فقط همین قدر هست که همه پیش از مرگ حقیقت را میفهمند ولی برای کسی پیشتر آن را میدانست و برای آن عمل کرده بود مژده و خبری خوش است، اما برای کسی که با آن باور نداشت برای این لحظه آمادگی نداشت حسرت و ندامت و پیمانی است. خداوند اهل سالمان را در این عمر نصیب گرداند که خداوند در آن صورتی که لایق است بشناسیم و به صورتی که سزاوار است اطاعتش نماییم و به حمد و ستایش و تسبیحش حمد مشغول باشیم مادامی که قید حیاتیم. پروردگارا ما را و پدر و مادر ما را و همه دوستان ما را و کسانی که بالای ما حق دارند و کسانی که از ما طلب دعا نمودند و همه مؤمنان و مسلمان ها را از جمله بندگان مقبولت بگردانی و اهل جنت و راضیگیت باشیم. پروردگارا از ما راضی باش، همیشه ما را به راه راستت هدایت کن، راه قرآن و راه رسولت محمد صلی الله علیه و سلم راهنمایی کن و همیشه ما را زیر نظر خود قرار ده. یک لحظه هم ما را به حال خود وامگذار که گمراه خواهیم شد. پروردگارا تو کریمی،
تو رحیمی، رحم و کریمت را بر ما عطا فرما. از ما خوشنود باش و ما را از خودت خوشنود بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. برادرها، چند قیتانستیم انشاءالله در همین ماه رمضان بهترین سخنایی که عزیزان خدا و پیامبر مهربان صلی الله علیه و سلم با ما خیلی که از قرآن و حدیث با ما امر کردیم، ما انشاءالله چند میتونیم اول خود و شما را نیز انشاءالله به شما میرسانیم که شما هم درکدار شوید. خیر، در امان الله باشید. به کانال ما در آمده آبونه شوید انشاءالله. چند قدری که نباشد فایده به شما میرسه. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. آمین و رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. در امان خداوند باشید.